من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. اللهم لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شهر شعبان فاغفر لنا فيما بقي من ان شاء الله. از این چند روزی که باقی مونده خداوند کمک کنه استفاده کنیم، شاید ان شاء الله خدای متعال تفضلی بکنه. آخرین توصیه من آیه قرآنه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا ابا عبدالله انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه. الی یوم القیامه یعنی چه؟ یعنی این کارزار تمام نشده نیست. کارزار میان جبهه حسینی و جبهه یزیدی، این کارزار ادامه داره. ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی. الله اکبر. اللهم اهل الكبرياء والعظمه وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن